لایش که گفتن این دبلتر است دیگه. این دبلتر است یا این تقریبا 7 سانتی 8 سانتی است. دومش که از 5 تا 6 میل. آن تا مسافر هم که خوبش نباشه مدلت خراب باشه دلت نمیخواد که در خانه بیا در بری خود زحمت بکشی. در دنیا بیا از دو چیز است میگه که می دو چیز سر نباشه روی جنت هم لگه ببین. اضافه کاری دمی دو ماه نمیگرفته. لگه موتور نستر چوری نیم ساعت ولاړ بیا حرکت کوي نیم ساعت ولاړ حرکت کوي. دوستان عزیز شما را خوش آمدید میگم به چنل یوتیوب خودتان. شما بیننده گزارش ما از چنل یوتیوب اور کابل هستین. دوستان عزیز قسمی که وعده کرده بودم برتان در گزارش قبل ما اورکاری همی سرک بود که امروز خوشبختانه روز قیرریزیش است که بخیر تکمیل میشه و سوالات خود داشتیم. کسایی که اینجا مسئول هستن با اونا مصاحبه خود داشتیم و از مردم هم سوالای خود کردیم که اونا چی نظر دارن درباره تکمیل شدن این سرک. دوستان عزیز کنار ما یکی از کارمندای همین سرک است. ببینیم که وظیفه اینا چی است. از خودشان بیشتر میپرسیم و معلومات زیادتر میگیریمش. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. خوب است بخیر. زنده باشید. سلام. اسمتان؟ عبدالبصیر هستم. اینجا چی کار میکنین؟ همین موتر دست میده، موتر که جک بلند کنه پایین کنه پخش کنه پایین کنه کدام چیز نداره دیگه. وظیفه شما همین؟ وظیفه می است ولی جان. خب
خب قبلا هم در این بخش کار کرده بودین؟ نه والا نفرای ما کار کردیم تقریبا ای سال میشه کار میکنیم. خب ماشا چطور است؟ ماشا والا خوب است. سر وقت میرسن؟ به وقتش میرسن. راضی هستین؟ راضی هستیم برادر. این سرک بخیر چی وقت تکمیل میشه برتون؟ انشالله که بخیر می 2 نیم بخیر خلاص میشیم از اینجا. 2 نیم بچه بخیر از اینجا برداشته میشیم. خب کاملا تکمیل انشالله با توکل پروردگار خلاص میشیم. بعد یک لایگه که دیگه بخیر میمونه که اویش بدی بگیرین صبا بخیر. خب سبام بخیر. لای سوم مفته؟ نه لای 2 مفته. لای 2. جانا. خب شما زنده باشین. بسیار تشکر. در کارتان موفق باشین. شما هم فرمایید چه سال است؟ خب دوستان دیدین لای دوم شست که لای دوم هم اندازه. ببینیم. سلام علیکم. خوب هستین کافر؟ بخیر. اسمتان؟ شمس الحق. چی میکنین دیگه؟ فقط سیل کنم. سیل برای خانه همیج است؟ یا خانه یلمند است. چطور است سرک خوش هستین؟ بخیر این قیرزیش تکمیل میشه؟ ولی نه خوش خواردم او په دغه سړکان کوچنیانې ګرځېدم چپکېږي او ټکرېږي ورسره خلک مري پسې سړک جوړ شي بس سرک جور شوه خوب است به آبادی کشور است و خود است خو دا خلک دې موټر یې نسره تېرېږي یا نیم ساعت ولاړې بیا حرکت کوي نیم ساعت ولاړې حرکت کوي نو دا خو سړي چې لارې لري خانه گفتین همیج است؟ یا خانه یلمند است کور کې پلمن کې دی؟ یلمند کې سنگین ورته وایي ولسوالۍ سنګین ډېر ښه هلمند ما لیدلی ډېر ښه ځای ده نه ښار لیدلی که ولسوالۍ لیدلې نه ولسوالي ولسوالي کوم ولسوالۍ تللی هماغه ولسوالي سنگین سنگین بازار کې هلته ولسوالۍ بغل ته مو کور دی کابل ښه ځای ده که هلمند نو که وطن زموږ خپل ځای دی نو هغه ښه خوند راکوي نو دا ځای ښه دی دا آباد دی دا خو زموږ د ګرد کور دی د ګرد افغانستان کور دی چې آباد شي دا ولې موږ د دغو څه آباد کېږي یو شی راکوي او پخوا زهر په وخت کې بیا انبار و وړو دا شیانو خلکو ته ورکول دلته خو اوس شی نشته هغه مځکې چې وي هغه تورې وي هغه په هلمند په مابین کې هغه یو پلای چې ډېر شي دا بغل مځکه یوسي چې بیا ډېر شي هغه بغل یوسي وزګر ورتخانه ده نو دې کې چې په مابین کې دیوال پورته کړي اوبه به په لږ ځای کې ځي مځکه به ډېره پاتې شي خو موږ ناوس یو وس نه لرو دغه هلمند دا چې دي په هغه کې د شیان ډېر دي سرسبزي او دا شیان ډېر دي نه خو هلمند خو ډېر آباد مځکه ده لښکرګاه ته نږدې دا مرجع ورته وایي دا خو نه یو مځکه والی دی غره ورته کښلې دونه غټه واده ده چې کله دا نو خو ډېرې مځکې تر لاندې دي هزارګان چې ورکړي دي لوان چې ورکړي دي د ظاهرشاه په وخت کې هغه بار دا جنګ و د خلک وخت راغلی هغه هندوان هم خوران وتښتېدل مځکې دا زورکا نور خلک زور والا و لاندې کړه سره څوک ورک شول اشتر بدله شول اولې خراب شولې نور لښتې پسې ورکړه اوس دغسې شول حاجي صاحب څه پیام لري وطندارانو ته نو وطنداران دغه دي چې اول خو د اسلام خدمت وکړي پسې د دولت خدمت وکړي خب در این قسمت چند تن از کارمندان همی سرک ببینیم که
چی گفتنی دارند اینا درباره چی گپ میزنند. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسمتان؟ اسم من خبرسان حکومش که حاجی امیر خان. حاجی امیر خان. خالی نه حاجی صاحب امیر خان. بله. وظیفه شما اینجا چی است؟ وظیفه ما خب بیادر این سرکسازی استیم دقیق کار میکنیم. دقیق. کدام بخشش بود؟ قیر عمومی میگه این قیر است. بله. یعنی وظیفه تان درایوری است. این خود ما میبینی که نه انجینر هم این کار را کده نمیتونم. ما تقریبا بسیار وقت تیر کردیم بیادر تقریبا 17-18 سالار کرد اما کار خود پیش میبره. وگان تا کشکار است بیلدار است میفهمه که اینجا کم از زیاد است. کلش هم جور میکنه. هر کس وظیفه خود داره. کسی کاترکار است برش میکنه کسی میور داره بیادر. از دور که سعی میکنه میفهمه که اینجا بلند است پخش است. مگم شما نمیفهمید اینو سعی کنیم با شما کلشون آورست. ما میفهمیم همیالی که لور میگه کجا را خراب کرد کجا را نه. اینمی وظیفه ماستن دیگه. قدیما کسی کار نداره میفهمه که کار درست میکنه. ماشاءالله. دقیق چند سال گفتین در بخش سرکسازی کار میکنیم؟ والا دقیق از ما خو 17-18 سال شد. ماشاءالله. از ما یه طور مردم هستن که 30 سال و 35 سال وقت دیر کردن. بسیار خوب. حاجی صاحب همی درباره سرک بگوین که چی وقت بخیر تکمیل میشه؟ خلاص خو یالی میشه خو لایه دومش صبح بخیر انشالله. این لایه اولش است. این اولش است. این فولدر میگه دیگه شوای رنگ میگه مایده است. این کلان است مثال 20-25 میلی است. اون که هستن 6 میلی و 3 میلی و 2 میلی و میکس است. اون نرمه است دیگه. انداخته میشه خلاص دیگه کارش. میمانه پیاده رواش دیگه اون میبینی کار جریان داره پخته میکنی. همین لایش که گفتن این دبلتر است دیگه. این دبلتر است یا این تقریبا 7 سانتی 8 سانتی است. دومش که از 5 تا 6 میباشه. از این ماشایتان نگفتین چطور است ماش با وقتش میره؟ ما خو گمش کو صرف نظر که هیچ چیز ولگا شوا خود نظر به 11:30 خط مکرام را میتنه. ما بیادر روزای پنجشنبه مردم 12 بجه 1 بجه الا 2 بجه روز خط است. ما را میبینه که بیادر این شب 9:30 بجه ما رفتیم شب. روزای جمعه ما زیادتر وقت کار میکنیم. اضافه کاری تا نمیتونه؟ هنوز خب فعلا هیچ چیز نیست. روزای جمعه و پنجشنبه هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست. اما کیزا بکاریم باشه چیزی نیست نمیته دیگه. خب بسیار تشکر حاجی صاحب بزرگوار. پیام و گفتنی آخرتان اگه به هموطنان ما شما را میبینن براشون چیز گفتنی داشته؟ والا پیام ما خونیمی است که هر کار بیشتر ما گفتم خوب کار کننه. دم خانم کمینانم صحیح باشم و ناخوردنم از همه سرخانه که صحیح باشم و اولادت باید اماتور انتام سیاسرم که خوبش نباشم دلت خراب باشه دلت نمیخواه که در خانه بیادر بری خود زحمت بکشی. در دنیا بیا از دو چیز هست میگه که دو چیز سر نباشه روی جنت هم لگه ببین. دو چیز واضح کنین چی و چیه؟ اصلا نمیشه که خوشکماز گمش کنه کم سیاست خارج از برنامه. نه اینطور هستن که یکیش کم است یکی خواهمی سیاست رو باید میگه اصلا هدف دیگه چیز همین دو چیز که سر نباشه در روی دنیا و جنت هم کس نمیبینه. با خاطر از این که اینمی دو چیز مورد جنگ هم میندازه قراری نمی دو چیز میره که همین دو چیز سر باشه قراری ما است که گشنش نقراری ما هستن. پایان برای مردم اینمی هستن که بیادر باید هر کار قطع روی اول انسانیت در خانه سلام کلام قطع مادر پدر که چرا که زیر پای زو جنت است یا میفهمه یا نمیفهمه. بیادر بسیار زیاد احترام کنه با باز با دیگران با همسایه که بسیار بهترین دوست همسایه است. میبینی که از بیادر کده زر که همه کده زیاد است. خدا نخواسته یک چیزی میشه اجل یا میره تا که بیادر رو یا خبر میشه یا مرده و زنده تا جمع میکنه. خب مگم با هر کس بسیار صحیح رویه کنه در هر کاری. اگر سرک جور کردن باشم باید اینجا کثافت ندازه. اگر پیادران باشه باید در جایشه چیزی نندازه گن بوجه نندازه. شما شاهد هستین اینمی رقم دامنی کوسای کو همه گندگی را بسیار میندازه بوجی را جای میکنه در جایی که میبینی جای پر است یا وقت بارش میشه بیادر کلی شهر بد بوی گرفته. چی است که خود ما بسیار گناه کبیره است. آدم اینمی سعی کنیم خود ما تلاوت کردیم بیادر ترجمه کردیم اینمی
اینمی پیش بار آمدگی سر چی که می باشه این سخت گناه کبیره داره، بسیار سخت گناه داره که چرا حق ملت گرفتن، حق ملت ضایع کردن. یا خو خوش هستن که بلند منزل جور کردیم خو کوچیک و مگم نه سخت گناه داره. آن تا این اندازه که آمده که اینمی خو غصب ملت است، نمازش هم نمیشه، تا نمازش هم نمیشه، چرا که حرام شو. حرام که الله حلال بگی، سر حرام بسم الله الله اکبر بگی، آدم یا زیما خلاص میکنه دیگه. ما شما را خداوند تعالی هدایت کنه. کلی ما زیاد گناه، اول خود ما با دیگه که زیاد گناهگار هستیم، بسیار زیاد گناهگار هستیم. خب مگم خداوند تعالی ما شما را همه را هدایت کنه، همه را. خود از وطنان اینمی خوش هستیم که بیادر که کارای سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود معرفی کنین. سماد کارگر غیر عمومی حفظ مراقبت شهروالی کابل. و در کدام بخشش کار میکنین؟ ما در غیر عمومی تم در یک بغل شانه اسفل کلج هستم که کم و زیاد میشه و زیاد میمانه، امیر ما کاری میکنم. قبلا هم در این بخش کار کردین؟ کار کردیم 11-12 سال میشه کردیم. ماشین اسفل کلج کار میکنم و فعلا هم کار میکنم. ماشاءالله شما دیگه سابقه دار هستین. سابقه دار هستیم. چطور ماشایتان؟ ماشا خوب است. اما ماشایی که سابق بود حالا ما ماشا است. نه کم شده نه زیاد شده. اضافه کاری دارین؟ اضافه کاری دمی 2 ماه نمیگرفتیم. پیش بود. 2 ماه شد اضافه کاری نه نمیکنین اضافه کاری یا ماش نمیدن؟ بله اضافه کاری میکنیم. این کار ما که میم تا 9 بجه شو 10 بجه شو دمی خیریم تا که موتر خلاص شو، خیر ما خلاص شو بعد ما میریم. روزای جمعه میتونیم، روزای پنجشنبه ساعت 2 بجه یا 1 بجه رخصتی است. ما این تا 9 بجه شو 8 بجه شو هر وقت هر پنجشنبه ما کار ما که باشه ما کار میکنیم. خب پیام آخرتان به هموطنان ما که همین لحظه شما را میبینه چی گفتنی دارین برایشان؟ پیام ما همی است که هر وطن ما که در هر سایه در دنیایی که باشه خوش و خوشحال، سرفراز و کامیاب باشه. و چه قسم در اینمی سرک که حالی جور شده اینه نو لایه دومش لایه اول است. دومش صوب انداخته میشه. صوب میشه آدمی منطقه آدمی توته. همین لایه دومش هم که بخیر تکمیل شد و او کسایی که جمعیان اولادای خود میاره و زمین فوتبالی را جور میکنه به اونا چی گفتنی دارین؟ بردوا کوشش میکنیم که اولادای خود اشتکای خود نصیحت کنه در سرک نمانه که موتر رفت آمده موتر زیاد میشه و گام زیاد میشه که امیر نصیحت کنین که بگنده خانه باشن درس تعلیم خود پیش ببرن. دیگه چیز کنیم. تشکر زنده از شما یک جهان سپاس. ما هم چنان یک جهان تشکر افتاده گراز میکنیم. تشکر. خب عزیزان دیدیم نظریات هموطنان ما را که پیام‌های بسیار خوب و عالی داشتند.